به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستم می گوید بعد وفات یگانه پسرچه 5 ساله‌ام، زمان جان میدانم که عمر من به آخر رسیده است. مرا ببخش، اگر بار رنجانده باشم مرا ببخش. ای کاش این لحظه در پهلوی من می بودی تا کمی هم می بود دردم را حس نمی کردم. بسیار با آوازی خسته این جمله ها را می گفت و خوب جراحی را هم طبیبان آغاز کردند. به زمین به زانو افتادم، در بین سبززار بودم. بی اختیار اشک از چشمانم سرازیر شد. نگاه کردم، کمی از من دورتر جنگل زور کلانی بود. با اون سو نگاه کردم و از جایم خیستم، مخصوص وضوع گرفتم و قدم زنان به سوی طبیب حقیقی می رفتم. اونی که همه جا هست، اونی که حاضر و ناظر بر همه اعمال بندگانش هست. هر قدمی می داختم می گفتم خدایا به سراغت می آیم. می دانستم خداوند همه جا هست، شنوا و بینا هست، اما تنهایی را می کافتم، اون جایی که بجز من و خدا کسی نباشد. هر قدمی می داختم می گفتم خدایا اینها چی می گویند؟ مگر فراموش کردند که من خدای توانایی دارم؟ رفتم داخل آن جنگل زار شدم. تاریکی و خاموشی جنگل دهشت رو دوچند می کرد. رفتم و اونجا سر به سجده گذاشتم. سجده زیباترین تجلی انسانی، نزدیکترین حالتی که بنده با خدایش نزدیک می شود. اونجایی که می گوییم سبحان ربی الاعلی. آنچنان ناله سر دادم، از جگر سوخته آنچنان ناله سر دادم. خیال می کردم زمین و زمان را بلرزه می آرد و بعد دست بلند کردم و گفتم پروردگارا، همچنانی که ابراهیم خلیل را از آتش نمرود نجات دادی، همچنانی که یوسف را از چاه بیرون کردی، همچنانی که دیده منتظر یعقوب را با دیدار فرزند منور کردی، همچنانی که یونس را از بطن ماهی بیرون کردی، همچنانی که تن بیمار ایوب را شفا دادی. خدایا منم بنده از بندگان تو هم. خدایا مرا تنها نگذار. خدایا طبیبی حقیقی تو هستی، اما اگر طبیبان میگویند از حیاتش لحظه های به شمار مانده است، ساعت های به شمار مانده است، اما غافل از این که من تو را دارم. طبیبی حقیقی تو هستی. بعد از چند آرامش پیدا کردم و از جایم خیستم، برگشتم به خانه. آن روز را با درد و الم، با جگرهای پاره پاره هم سپری کردم. پگاه شد. تقریبا ساعتهای 10 بود. ناگهان تلفنم صدا داد. نگاه کردم، رقم تلفن همسرم. باز لرزه مرا فرا گرفت، چون که 2 خبر مرا انتظار بود، یا که وفات همسر یا این که شفا یافتن او. کمی نگاه کردم و برداشتم. ناگهان صدای همسرم را شنیدم. باورم نآمد. گفتم این تو هستی؟ گفت بله. گفتم باورم نمی آید. گفت آرام باش علی جان، این من هستم. خداوند بر من شفا داد، این من هستم. بی اختیار بر زمین افتادم و باز به سجده فرو رفتم. قدرت خداوند را با چشمانم دیدم. گفتم خدایا تو را شکر میگویم. اون لحظه دانستم که خداوند تنهایم نگذاشت. دوستان عزیز، با این همه گفته ها چی میخواهم بگویم؟ هر مشکلات، هر مصیبتی که بالایمان می آید، خدا را فراموش نکنیم.
خدا را همیشه حاضر و ناظر بدانیم. بیشک بیگمان خداوند بسیار رحیم و رحمان است. و شاید روزی این صدای مرا شنوی خواهر عزیز. آنگونه که شوهرت نسبت تو مهربان بود، تو هم همیشه دعاگو در حق او باش و نسبتش مهربان باش.